درود بینندگان عزیز و ارجمند. حالا اکنون بر ضمن مناسبت‌های اقتصادی و صنعتی و گومانیتری و اجتماعی، خصوصاً همکاری‌های مدنی در بین جمهوری‌های منطقه، علل خصوص بین ازبکستان و تاجیکستان خیلی مستحکم می‌گردد. به این مناسبت‌های زیج شرطنامه‌های بین تشکیلات‌ها و وزارت‌های دولتی، اینچنین اتحادیه‌های ایجادی، زمینه‌های قانونی به وجود می‌آورد. از جمله در بین وزارت‌های مدنیت دو جمهوری، اکادمی بدیعی ازبکستان و اتحاد رسامانی تاجیکستان، اتحادهای ژورنالیستان هر دو جمهوری، اتفاق نویسندگان هر دو مملکت و آخراً بین اتحادیه‌های آهنگسازان دو جمهوری همسایه و برادر درباره همکاری و تبادل هیئت‌های ایجادی مموراندوم به امضا رسیدند. و یکی از طرف‌های این قرارداد اون است که رابطه بین اتفاق کمبازیداران تاجیکستان و اتفاق کمبازیداران و بسته‌کاران ازبکستان این علل خصوص شناسایی موسیقی کسبی کمبازیداران ازبکستان و تاجیکستان، برنامه‌های با نفوذ ایجادی در سطح کسبی این برگزار نمودن موسیقی سیمفونی، یعنی هم کمپوزیتوران ازبکستان و هم کمپوزیتوران تاجیکستان در شهر تاشکند و در همین سال 2023 باز در شهر دوشنبه در پایتخت با ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار خواهد گردید. قرارداد دیگر این سازشنامه از آن بزرگی دارد که آموزش تحقیقاتی موسیقی شناسی بین موسیقی شناسان ازبکستان و تاجیکستان در ساحه‌های موسیقی ملی از آن جمله 6 مقام، موسیقی سنتی، موسیقی موریکی، موسیقی کمپوزیتوران کسبی، یعنی بررسی کرده شود و بعد از بررسی یعنی که یک تحقیقات پیشنهاد کرده شود که این تحقیقات با استفاده چاپ مقاله های بزرگی یعنی اثرهای کمپوزیتوران تاجیکستان و ازبکستان در نظر داشته شده است و بالاخره یعنی که در این سازشنامه در این قرارداد باید که روابط خیلی علاقمندی زیش بین رفت و آی فرهنگی بین میان اتفاق کمپوزیتوران و بسته‌کاران ازبکستان و اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان در نظر است و این چیز همیشه در مد اول باید در نظر داشته شود که این رابطه های فرهنگی بسیار علاقمندی بزرگ را خواهد داشت. خصوصاً در سال جاری که با برقرار گردیدن مناسبت‌های دیپلماتی دو جمهوری 30 سال پر می شود، چنین علاقه‌های مدنی خیلی وسعت پیدا می کنند و برای انکشاف یافتن این علاقه‌ها نمایندگان دیپلماتی جمهوری‌ها نقشی مهم دارند. و همچنین اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان با اینستیتوت مقامی یونس رجبی نیز یادداشت تفاهم به امضا رساندند که این سندها امکان می‌دهد که همکاری‌ها در ساحه صنعت موسیقی باز هم بین دو کشور رواج شود و برکت سیاست خردمندانه دو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان جناب عالی محترم شوکت میرزیویف همکاری‌های گومانیتری و فرهنگی رشد نموده ایستادند و نشانه‌های این همکاری‌ها در مثال به امضا رسیدن سازشنامه‌ها و برگزار نمودن یک کنسرت بسیار با صلاحیت دسته هنری و آوازی هنرمندان و بسته‌کاران و کمپوزیتوران تاجیکستان و ازبکستان به شمار می‌رود که در تالار اتفاق کمپوزیتوران و بسته‌کاران ازبکستان دایر گردید. این کنسرت یک بار دیگر
درک از آن می‌دهد که بین دو خلق همکاری‌ها، دوستی، برادری رواج یافته ایستادند و اون دوستی که از قدیم بین این دو خلق بود با نشانه این موسیقی و آهنگ‌ها یک بار دیگر شهادت دادن می‌دهد که این خلق جاویدانه با هم هستند و از دوستی و برادری حرف بزنند. حتی موسیقی‌ها، آهنگ‌ها و اثرهایی که اجرا شدند از هر کدام این اثرها احساس دوستی و برادری بین خلق‌های تاجیک و ازبک احساس میشد. من رهبریت اتفاق کمپوزیتوران و بسته‌کاران ازبکستان و رهبریت اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان را برای به امضا رسیدن این یادداشت تفاهم تبریک میگم و دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک را مبارکباد میگم. کنسرت مشترک با نام نسیم دوستی که به قریبی در اتحادیه کمپوزیتوران و بسته‌کاران ازبکستان برپا گردید مثال روشن این همکاری بود. در آن آهنگسازان و آوازخوانان هر دو جمهوری اشتراک نمودند. اثرهای آهنگسازان قدرت الله یحیی‌زاده مهردل، امیربک موسی‌زاده مقدمه، زیادالله شهیدی پایتختی من، شرافالدین سیف‌الدینوف ریسپوبلیکای من، رستم عبداللهیف ساغنچ، فیروز بهار عشق من و دیگران صدا دادند. Bugün muhabbat va do'stlik kechasi bo'lyapti. Chunki bugun O'zbekiston va Tojikiston kompozitorlar birlashmasi bilan katta memorandum imzolanyaptiki, bu biz ko'p yillab kutgan, ko'p yillab orzu qilib umid qilgan tadbir. Chunki bizlarni Tojikiston bilan O'zbekistonni ba'zi vaqtda shoirlar aytadiki, dutorning ikki tori bor, biri tojik, biri o'zbek degandek, shu ikkita tordan kelib chiqadigan muzika sadolari yangrab turibdiki, shuni aytish kerak. Men eng qadim davrlarga borsak, tojik san'atini rivojlangani, adabiyotini rivojlangani, davlatchilik rivojlanganini ko'rib, bir tomondan, ikkinchi tomondan o'zbeklarni ham, O'zbekistonni ham Avesta zamonidan kelayotgan bu asrni boshlanishidan kelayotgan katta rivojlanishlar, katta madaniyat o'zgarishlari, san'at o'zgarishlari, buyuk allomalarni o'tganlarini, tojiklarni ham buyuk allomalarni hozir eslaydigan bo'lsak, bu butun dunyoviy adabiyot, dunyoviy san'at ikki millat o'rtasida ko'z oldimizga keladi. Ya'ni madaniyatni rivojlantirishda ham O'zbekiston ham Tojikiston ham butun dunyoga rivojlanishga o'z hissasini qo'shgan va shu bilan birgalikda mana shu mustaqillik yillarimizda ham shunaqangi buyuk o'zgarishlar bo'ldiki, shunga taqozo qilib mana bugun bo'layotgan tadbirimiz. Endi shu mustaqillik yillarida Tojikistonda ham qancha buyuk kompozitorlar, O'zbekistonimizda ham qancha zo'r kompozitorlar, qanchalik ko'plab janrlarda bu xalqimizning an'anaviy yo'nalishida bo'ladimi, maqom ildizi, maqom san'atida bo'ladimi, yoki simfonik janrda bo'ladimi, kamer muzika, simfonik muzika, opera, balet janrlari bo'ladimi, ikki davlatning ham kompozitorlari shunaqangi chiroyli asarlar yozib, o'zining xalqiga ma'naviy dunyo yaratish bilan birgalikda o'zini butun jahonga o'zini buyuk millat sifatida ko'rsatayotgani bizni juda xursand qiladi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bugungi memorandum ikkita buyuk xalqni birlashuvida paydo bo'ladigan yangi ajoyib asarlar, ularning konsertlari bu yerda bo'lishi bilan bizning konsertlar Tojikistonda bo'lib o'tib, ya'ni mana shu qadimdan kelayotgan do'stlik iplarini yanada rivojlantirib, yanada olg'a boshlab, xalqimizning o'rtasida muhabbat va shodlik muzikalarni jaranglatadi. البته ایجادکاران هر دو جمهوری نه فقط در جاده ایجاد همکاری نمودند، بلکه در درگاه‌های تعلیمی موسیقی و صنعت همدیگر تحصیل نمودند و طبیعی است که به همدیگر حق استادی و شاگردی دارند.
من در همین کنسرواتوری تاشکند ختم کردم. استادان من بسیار ما تربیه کردن که امروز نتیجه همین خواندن و از خود کردن و این دو ملتی با هم دوست دادر خواهر اکای اوکا امروز اگر اثرها به خلق عزیزم و به شنونده ها اگر معقول آید یعنی نتیجه همون مهنت های استادان بود که امروز ما باید سربلندی همین چیزها رو اجرا میکنیم. عموما تاجیک و ازبک این ملتی در دنیا از همه نزدیکترین برای چی؟ برای اینکه مولانا عبدالرحمن جامی علیشیر نوایی استادشان ما سخنهای ما هم با هم نزدیک هست. سخنهای ما هم تاجیک و ازبک با یکدیگر آمیخته شدگی. رسم و آیین‌های ما همه به هم دیگر هم در زبان ما دیگر همش یخیل. من افتخار آهنگ ما شش مقام هم همه ما خلقی هم همه ما. برای همین ببینید که همین خیلی آهنگا و شعر ازبکی یعنی عوض کردن یعنی جاش فرامد. برای همین امروز با قرار یونسکو با دیگر تشکیلات های بزرگ این شش مقام را همه از تاجیک و هم ازبک ما افتخار داریم و از فرصتی مناسب استفاده برده با این دوستی من گمان می‌کنم که این دوستی در آینده بسیار وسیع‌تر میشه. تمام خلق تاجیک و ازبک بعد دیگرها با ما عبرت گرفته دیگرها هم با هم دیگر متحد میشن چون موسیقی همه را متحد میکنه. در این کنسرت آوازخوان‌های تاجیکستان و آهنگ‌های بسته‌کاران ازبکستان سرود خوانده باشند. هموطنان ما با آهنگ‌های تاجیکی سرود خواندند. بسته‌کاران ازبکستان واخوری بسته‌کاران تاجیکستان رئیس اتفاق تاجیکستان بسته‌کاران سر شد که این درباره چی که ما در بسته‌کاران ازبکستان اتفاق تاجیکستان مموراندوم دست ماندیم که در آینده همین کنسرت ها واخوری ها هم دیگر رفت و آمد دیگر من همین تکلیف ها بسیار خوب میشد رواج میتید مدنیت صنعت دوستی البته این دوست ازبک تاجیک یک خلق وقتش گفته بودن که یک خلقی دو زبان ما گپ میزنه. طوری که معلوم است در عین حال در ازبکستان برای تربیت کارمندان ساحه مدنیت خصوصاً موسیقی و صنعت اعتبار کلان است. در این مسکن‌های تعلیم عالی تا هنوز دانشجویان از همسایه کشورها اینچنین از تاجیکستان تحصیل می‌کنند. azaldan O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi aloqalar juda ham yaqin bo'lgan, juda yaqin do'stmiz. Shuning uchun ham o'zi bilan musiqamizda ham, an'analarimizda ham, o'zimizning turmush tarzimizda ham odatlarimiz o'xshab ketadi bir-biriga. Va bu asarni Xayolot nomli asarni tojik kompozitori Yahyozoda nomli tojik kompozitori tomonidan yozilgan ushbu asarni ijro etganimda ham shunga yana bir marta amin bo'ldim. Usullar, ohang hammasi bir-biriga juda ham o'xshash va men juda ham xursandman bu konsertni ishtirokchisi bo'lganimdan. کنسرتی که روز اول در تالار آهنگسازان برگزار گردید، روز دوم در بارگاه هنر کنسرواتوری دولتی ازبکستان ادامه یافت. در اینجا باز یک برنامه هنری دوستی اجرا گردید که در آن همچنین آهنگسازان و آوازخوانان هر دو جمهوری شرکت ورزیدند. خصوصاً در حضور اهل هنر برآمد کردن برای خود اجرا کنندگان نیز حلاوت و مسئولیتی دیگر داشت.
تاشکند خیلی زیبا است، شهر زیبا است و با دلی تاجیکان نزدیک است. من باری اول نیست که در تاشکند همچون هنرمند اشتراک میکنم. هر دفعه که من برآمد میکنم من احساس میکنم آدمایی که در زال میشینن مهر و محبتشون را با هنرمندان و صنعت. وقتی که هنرمند در صحنه می ایستد و از مخلصان، از بینندگان، از گوششنوندان یک الهام میگیرد، البته هنرمند میخواهد باز ایجاد کند. بله، من بسیار شاد شدم که استاد عزیزمون رستم عبداللهیف با من یک سرودشون رو به نام گل‌لب تقدیم کردن و من حتما این سرود رو تیار میکنم. استادان صنعت ازبکستان اوس رجبوف، میسره رزاکова، رحیم میرزاکمالов با آنها من خیلی یک دوستی داریم و آنها رو استاد خودم هم میحسابم، برای که استادان هر دفعه یگان برآمد باشد همه وقت دستگیری میکنند، همه وقت با سخنهای نیک و مهربان مراجعت میکنند. البته در مدت طولانی که هنرمندان از حضور علاقمندان خود از دو جمهوری دور بودند، در نزد آنها اجرا نمودن برنامه لذتی دیگری داشت. در میان دشمنانی دوستان را گم مکن، در میان کجروانی راستان را گم مکن. هر کجا که سر نهی بر پای تو سر می نهند، آب و نان خورده آن آشیان را گم مکن. و امروز برای من بسیار فرح بخش است که اینقدر امکانیت پیدا شد که من به یک کشوری که دایم در آرزوی آمد و رفت، در آرزوی دیدارش بودیم، آمدیم از دوستای عزیز خود، از مردم همزبان خود بازم دوباره دیدار دیدیم، با شخصای نو آشنایی پیدا کردیم. من فکر میکنم که این یک بهترین خوشبختی است برای هر یک انسان، وقتی که میتواند تخم دوستی در هر یک جایی که میرود تخم دوستی بکارد. و برای من بسیار یک افتخار است که امروز یک چهاره‌بینی که برگزار میگردد من به واسطه در این چهاره‌بینی شرکت میکنم و در این چهاره‌بینی یک محبت نوی، انگیزه های نوی محبت در دل یک و یک اشتراکچیان جای پیدا می شود و امروز دوستی خلق ها، دوستی تاجیکان و ازبکان و هم باز هم زیادتر می شوند، مهر و محبت بیشتر می شود، تخم صداقت، تخم دوستی، تخم محبت در دل یک و یک ما ارزانی می آید. و من فکر می کنم همچون یک شخص ایجادکار، شخص فرهنگی بسیار از این تشریف امروزه هم بسیار خرسندم و فکر میکنم که این قدم ما باشد که مبارک گردد و آمدن ما این باری اول و آخر نباشد، بلکه ما دایم توانیم که همین مرزهایی که دایم ما و شما را از هم جدا میکرد از بین ببریم و همیشه سفرهای دوستانه بسیار داشته باشیم و بسیار خوشحال میشویم وقتی که در اینجا میبینیم که امروز مردم از تاجیکستان و از دیگر کشورهای دنیا بسیار نفرها تشریف میآورند و واقعا هم یک کشوری دیدنی است، یک کشوری زیباست و من افتخار میکنم که همین ما توانستیم امروز همون مهر و محبتی که در قلب‌های ما سالهای زیاد نهفته بود، توانستیم که همین مهر و محبت ما از نو زنده کنیم و توانستیم که با همین محبت‌هایی که برای در قلب خود داشتیم باز هم دوستی خود را، مهربانی ها و محبت های خود را برای مردم نشان، برای جهانی ها نشان بدهیم و ما بسیار خرسند میشویم وقتی که میبینیم که از کشور ازبکستان و از دیگر کشورهای دنیا به تاجیکستان ما نیز قدم رنجه میکنن. از آمد و رفت هر یک همزبان دوستان بسیار خوشحال میشویم. بگذار این سفر ما آغاز باشد و انجام نه و بسیار خوشحالم و دعوت میکنم که شما هم توانید بیشتر به کشورهای ما بیایید، از همون زیبایی های کشور ما هم بهره ور باشید، آنگونه که ما از این زیبایی ها، از این محبت های شما برخوردار گشتیم. در طول این سالها جان پا از کامیابی های ایجادی
و علمی ساحوی همدیگر در طول این سالها جانبها از کامیابی‌های ایجادی و علمی ساحوی همدیگر نیز بیخبر بودند. از این رو چندین اثر علمی و ساحه موسیقی محققان تاجیکستان به صفت دست آویز به کتابخانه کنسرواتوری دولتی ازبکستان هدیه گردید. بنابراین پس از این هم برای همکاری ایجادکاران جمهوری‌های برادر زمینه و امکانیت فراهم می آرد. ما هم در همین چرابینی فرهنگی اشتراک کردیم و همچنین قابل ذکر است که سالهای آخر مناسبت‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان رو به بهبودی نهاده و باعث سرفرازی است. البته چرابینی فرهنگی که با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان برای مانده شده بود بسیار در سطح عالی بود. یک شعر میخونم برای دعوت به همگان که با هم یار و برادر باشند و دوستی همیشه جاویدانی باشد. در مورد درخواست از عشق، یعنی که در دل انسان ها همیشه عشق باشد. بیا از باغ دل ای عشق گل بویدنم آموز، بیا از داغ دل مانند گل رویدنم آموز. چرا با آرزوی دل نشینم خارزار ای عشق، بیا از خارزار آرمان گل چیدنم آموز. البته مهمانان تاجیکستانی پس از این شامی موسیقی و هنری به دستان خالی برنگشتند. آنها با افتخارنامه های اتفاق آهنگسازان ازبکستان سرفراز گردانده شدند. البته این یکم زینه با شکوه، زینه بی نهایت بزرگی است که من باوری کامل دارم که این زینه اول یک تکام بزرگی موسیقی کسبی میان دو جمهوری برادر، دوست و جان و جگر که هست این علاقمندی خواهد شد و با سالهای دور و دراز این واخوری ها ابدی خواهد ماند. سپاسگزارم از این واخوری، از این نشست، از این برنامه های فرهنگی که میان اتفاق کمبزار تاجیکستان و اتفاق کمبزار بستگان ازبکستان صورت گرفت. از محیط و هوای این دو کنسرت معلوم گردید که هم ایجادکاران و هم علاقمندان هنر تشنه همدیگرند و این تشنگی امید میبخشید که علاقه های مدنی و ایجادی دو جمهوری دوست باز هم مستحکم با ثمر خواهد گردید. از این همکاری ها درختی دوستی ما باز هم بار آورتر خواهد گردید.